بالاخره تصمیم گرفتی تمرین کردن رو شروع کنی. انتخاب خیلی خوبیه، ولی حالا یه سوال بزرگ پیش میاد. کالیستنیکس یا باشگاه؟ یکی باعث میشه توی پارک روی یه میله زنگ زده ماسل آپ بزنی در حالی که یه سگم داره بهت پارس میکنه. اون یکی هم باعث میشه 20 دقیقه منتظر خالی شدن یه نیمکت بمونی چون یه نفر نشسته روش و فقط داره توی تیک تاک اسکرول میکنه. هر دو میتونن نتیجه فوق العاده ای بهت بدن، ولی کدوم واقعا به درد تو میخوره؟ بذار این قضیه رو برات روشن کنم. قبل از اینکه شروع کنیم، اول مطمئن بشیم منظورمون از هر کدوم چیه. کالیستنیکس یعنی یه تمرین کاملا خام و طبیعی. بدن خودت میشه باشگاهت، نه دمبلی در کاره و نه دستگاهی، نه تجهیزات خفن و گرون قیمت. فقط خودتی و جاذبه که با هم درگیر میشین. هول میدی، میکشی و بدنت رو مثل یه ماشین واقعی حرکت میدی. دستها، پاها و عضلات شکم همه با هم کار میکنن. اوایل با حرکت‌های پایه شروع می‌کنی، شنا، بارفیکس، اسکوات و دیپ، ولی وقتی پیشرفت کنی کم کم حرکت‌های خفن‌تر مثل پلنج، فرونت لور یا ماسل آپ رو هم یاد می‌گیری. حالا بریم سراغ طرف دیگه ماجرا، تمرین با وزنه یا همون زندگی باشگاهی. اینجا با هالتر، دمبل، سیمکش و کلی دستگاه براق و رنگارنگ سر و کار باری که از هر طرف دارن نگات می‌کنن. کل داستان اینه که به بدنت وزنه اضافه کنی و عضلات رو مثل یه پروژه ساختمونی قدم به قدم بسازی. این هفته 2.5 کیلو اضافه کن، هفته بعد دوباره 2.5 کیلو دیگه. در واقع داری رشد عضلاتت رو جلوی چشم خودت می‌بینی. هر دو روش قدرتت رو زیاد می‌کنن، هر دو میتونن حسابی عضله بسازن، ولی ظاهر بدن و روند پیشرفتی که بهت میدن کاملا یکی نیست. پس سوال اصلی اینه، بالاخره کدوم رو باید انتخاب کنی؟ بیا با هم بررسیش کنیم. قبل از اینکه درباره نتیجه‌ها حرف بزنیم، اول بریم سراغ چیزی که برای خیلی‌ها تعیین کننده است: پول. کالیستنیکس تقریبا رایگانه، نه حق عضویت میخواد و نه دستگاه، نه بهونه. جاذبه ازت اجاره نمیگیره. میتونی توی اتاق تمرین کنی، توی پارک روی میله بارفیکس، یا حتی اگه یکم خلاق باشی از چارچوب در هم استفاده کنی. اگه بخوای یه مرحله ارتقایش بدی، میتونی چند تا کش تمرین، یه میله بارفیکس یا بندهای تمرینی بخری، ولی اینا فقط امکانات اضافن. اصل بازی همیشه رایگانه. اما باشگاه یه داستان دیگه است. درسته که میشه باشگاه ارزون پیدا کرد، ولی بازم حداقل باید ماهی حدود 1 میلیون تومان فقط برای ورودش پول بدی. اگه بری باشگاه‌های لاکچری که سونا، اسموتی و اینجور چیزا دارن، باید با ماهی 2 میلیون یا بیشتر خداحافظی کنی. البته اشتباه برداشت نکن، عضویت باشگاه واقعا یه سرمایه‌گذاری عالیه. فقط حواست باشه دمبل‌های باشگاه تا 20 کیلو بیشتر نباشن که بعداً به مشکل نخوری. اگه هم بخوای توی خونه باشگاه شخصی بسازی، با خرید هالتر، صفحه وزنه، رک اسکوات و بقیه تجهیزات، قبل از اینکه حتی یه حرکت جلو بازو بزنی، راحت باید بالای 10 میلیون خرج کنی. پس از نظر هزینه کالیستنیکس کاملا برنده است. حالا اگه هزینه برات مهم نباشه، یه سوال دیگه پیش میاد: شروع کردن کدوم راحت تره؟ روی کاغذ کالیستنیکس خیلی ساده به نظر میرسه. شنا، بارفیکس، دیپ، نه وزنه ای هست و نه دستگاه. مگه چقدر میتونه سخت باشه؟ ولی واقعیت اینه که بیشتر افراد مبتدی حتی نمیتونن 5 تا شنای تمیز بزنن. بارفیکس هم که دیگه هیچی. خیلیا حتی یه دونه هم نمیتونن بزنن. چون حقیقت اینه که توی کالیستنیکس چیزی به اسم حالت مبتدی یا وزنه سبک وجود نداره. از همون روز اول باید کل وزنه بدنت رو بلند کنی. فرقی هم نمیکنه 50 کیلو باشی یا 100 کیلو. یعنی قبل از اینکه حتی آموزش اولیه رو رد کرده باشی، مستقیم وارد مرحله سخت بازی شدی. برای همینم پیشرفتش کمتره. ممکنه هفته‌ها یا حتی چند ماه طول بکشه تا اولین بارفیکس کاملت رو بزنی. در مقایسه باشگاه برای افراد مبتدی تقریبا مثل بهشت. دمبل‌هایی از 2 کیلو شروع میشن. دستگاه‌های سیمکشی که میتونی سبک‌ترین وزنه رو انتخاب کنی و احساس کنی قهرمان شدی. دستگاه‌هایی هم هستن که خودشون مسیر حرکت رو بهت نشون میدن، طوری که حتی اگه بخوای هم سخت بتونی حرکت رو اشتباه انجام بدی. یه فرد کاملا مبتدی میتونه وارد باشگاه بشه و روی دستگاه لت بشینه، یه وزنه مناسب انتخاب کنه و همون لحظه شروع کنه به قوی‌تر شدن، قبل از حتی اینکه یه بارفیکس واقعی بتونه بزنه. قایقی، پرس، جلو بازو، برای هر عضله 10 ها حرکت مختلف داری که کمک میکنن سریعتر رشد کنه و وقتی سریعتر نتیجه ببینی، انگیزت هم برای ادامه دادن خیلی بیشتر میشه. برای بیشتر افرادی که تازه میخوان شروع کنن، تمرین با وزن مسیر راحت تریه. هر دو، یعنی هم کالیستنیکس و هم باشگاه، میتونن تو رو قوی، عضلانی، خشک و خوش فرم کنن. اما نوع قدرتی که میسازن یکی نیست. کالیستنیکس در اصل روی قدرت کاربردی تمرکز داره. یعنی فقط عضله سینت رو بزرگ نمی‌کنی که جلوی آینه بهش نگاه کنی، بلکه داری به کل بدنت یاد میدی مثل یه واحد هماهنگ و یک پارچه حرکت کنه. عضلات شکمت همیشه درگیرن، تعادلت حفظ میشه و
و هماهنگی کل بدنت توی هر تکرار به کار گرفته میشه. همین باعث میشه حس کنی واقعاً یه ورزشکاری، نه فقط کسی که وزنه بلند میکنه. اما از اون طرف وقتی حرف حجم عضله وسط باشه، باشگاه پادشاه بی‌رقیبه. دستگاه‌ها و هالترها بهت اجازه میدن خیلی فراتر از چیزی که فقط با وزن بدن ممکنه پیش بری، مخصوصاً برای تمرین پا. آره، اسکوات تک پا یا همون پیستول اسکوات حرکت باحالیه، ولی هیچ وقت حس و نتیجه اسکوات با هالتر و 2 برابر وزن بدنت رو نداره، حتی اگه جلیقه وزندار هم پوشیده باشی. یه مزیت دیگه هم دقت بالاشه. اگه بخوای فقط روی جلو بازو، پشت پا یا سرشونه‌ها تمرکز کنی، باشگاه دقیقاً ابزار مناسبش رو در اختیارت میذاره تا هر عضله رو جداگانه تمرین بدی. پس اگه هدفت کنترل فوق‌العاده روی بدن و حرکات ورزشی و انفجاریه، کالیستنیکس انتخاب توئه. اما اگه رویات داشتن حد اکثر حجم عضله، تقارن بدنی و هیکلیه که انگار از سنگ تراشیده شده، مسیرت باشگاه. نتیجه گرفتن یه بحثه، ولی اینکه رسیدن به اون نتیجه چقدر سخت باشه یه بحث دیگه است. پیشرفت توی تمرین با وزنه خیلی ساده است. امروز یه وزنه رو بلند می‌کنی، هفته بعد یه مقدار بهش اضافه می‌کنی یا فقط یه تکرار بیشتر میری. همین یعنی پیشرفت. اصل اضافه بار تدریجی هم خیلی راحت اجرا میشه و یکی از مهمترین دلایل عضله سازیه. اعداد هیچ وقت دروغ نمیگن. پیگیری پیشرفتت هم به سادگی نگاه کردن به دفتر ثبت تمریناته. از اون طرف هم با این همه دستگاه، دمبل، سیمکش، کتلبل و انواع تجهیزات تقریباً بی‌نهایت حرکت مختلف داری که از هر زاویه‌ای عضلاتت رو هدف بگیری. کم کم حرکتایی که با بدنت سازگارترن رو پیدا می‌کنی و پشت سر هم پیشرفت می‌کنی. اما کالیستنیکس یه مدل سختی کاملاً متفاوته. اینجا نمیتونی فقط چند تا صفحه وزنه به خودت اضافه کنی. پیشرفت یعنی رفتن سراغ نسخه‌های سخت‌تر هر حرکت. مثلا بعد از شنای معمولی میری سراغ شنای آرچر، بعد از شنای تک دست، بعد از بارفیکس نوبت ماسلاپه. هر کدوم از این مراحل ممکنه چند ماه زمان ببره. برای کسی که دنبال نتیجه سریع باشه، این روند میتونه حسابی خسته کننده باشه. مخصوصا اینکه اندازه‌گیری پیشرفت هم پیچیده‌تره. در بلند مدت هر دو روش همیشه برات چالش ایجاد میکنن، ولی هر کدوم به سبک خودشون. فقط کالیستنیکس پیگیری میزان پیشرفت رو سخت‌تر میکنه. اگه دوست داری پیشرفتت واضح، ساده و قابل اندازه‌گیری باشه، باشگاه سریع‌ترین مسیره. ولی اگه از یاد گرفتن مهارت‌های جدید و سختی مسیر لذت میبری و اهل صبر و استمرار هستی، کالیستنیکس یه سفر طولانی و خاصیه که مشابهش رو جای دیگه پیدا نمی‌کنی. بیاید واقع بین باشیم. بیشتر مردم تمرین رو شروع نمی‌کنن که پلنچ یاد بگیرن یا با 3 صفحه وزن اسکوات بزنن. اکثرشون فقط میخوان لاغر بشن. ولی حقیقت اینه که اگه هدفت فقط چربی سوزیه، نه کالیستنیکس به تنهایی معجزه میکنه، نه باشگاه. واقعیت اینه که فرقی نمیکنه توی پارک شنا بری یا زیر هالتر اسکوات بزنی. برای کاهش وزن چیزهای مهمتری وجود دارن که باید بهشون توجه کنی. اما اگه تمرینت رو با یه رژیم غذایی درست و کمی کاردیو ترکیب کنی، هم عضله میسازی، هم قوی‌تر میشی و هم بدنی میسازی که بعد از آب شدن چربی‌ها هم فرم خودش رو حفظ میکنه. با این حال اگه اضافه وزن داری و تازه میخوای شروع کنی، کالیستنیکس ممکنه واقعاً برات کابوس باشه. توی شنا باید کل وزن بدنت رو بالا ببری. بارفیکس هم همینطوره. اینجاست که باشگاه برتری خودش رو نشون میده. دستگاه‌ها، دمبل‌ها و سیمکش‌ها همگی قابل تنظیم هستن. میتونی با وزنه‌های لاغر شروع کنی، با خیال راحت قدرتت رو بالا ببری و بدون اینکه از همون تکرار اول کم بیای، واقعاً حس پیشرفت داشته باشی. علاوه بر این، باشگاه معمولاً دستگاه‌های آیروبیک مثل تردمیل، دوچرخه ثابت و الیپتیک هم داره که برای سوزوندن کالری بیشتر و سرعت دادن به روند چربی سوزی عالی‌اند. پس اگه مأموریت اصلیت کم کردن وزنه، باشگاه شروع خیلی راحت‌تر و مناسب‌تری برات میذاره. یه نکته جالب اینه که جایی که توش تمرین می‌کنی خیلی بیشتر از چیزی که فکر می‌کنی روی موفقیت تأثیر میذاره. حتی میتونه مشخص کنه که ادامه میدی یا وسط راه ولش می‌کنی. کالیستنیکس یعنی فوق‌العاده بودن. پارک، بهره یا حتی پذیرایی خونه، بدنت باشگاهه. این حس فوق‌العاده است تا وقتی که بفهمی همه چیز فقط به خودت بستگی داره، نه رفیق باشگاهیه، نه اون انرژی و هیجان محیط باشگاه. اگه بیرون تمرین کنی، ممکنه شریک تمرینت بارون باشه، آفتاب سوزان یا حتی برف. بعضیا عاشق همین استقلال و آزادی هستن، اما یه عده دیگه اینطوری نیستن. انگیزشون حتی از یه اسکوپ پری ورکاوت که توی آب حل میشه سریعتر از بین میره. از اون طرف فضای باشگاه خودش یه نیروی محرک است. موسیقی با صدای بلند، صدای برخورد وزنه‌ها، نورها و حال و هوای باشگاه. حتی اگه با هیچ کس حرف هم نزنی، باز حس می‌کنی عضوی از یه جمع بزرگتری هستی. وقتی می‌بینی نفر کناری رکورد شخصیش رو میشکنه، ناخودآگاه تو هم بیشتر به خودت فشار میاری. فقط وارد شدن
شدن به باشگاه باعث میشه یه حس تعهد داشته باشی. میای تمرینت رو انجام میدی و میری. البته یه نقطه ضعف هم داره. همین مسیر رفتن تا باشگاه گاهی تبدیل میشه به راحت ترین بهونه برای نرفتن. آخرش همه چیز بستگی به شخصیت و حال و هوای خودت داره. حالا بیایید یه بار برای همیشه چند تا باور اشتباه رو کنار بذاریم. درسته که کالیستنیکس از نظر افزایش انعطاف پذیری و دامنه حرکتی یه برتری نسبی داره، ولی واقع بین باشیم. هم کالیستنیکس و هم تمرین با وزنه تا وقتی اصولی انجامشون بدی کاملا ایمن هستن. فرم اشتباه، وزن زدن از روی غرور و برنامه تمرینی ضعیف، اینا باعث آسیب میشن، نه خود روش تمرین. اگه تکنیکت درست باشه هیچ دلیلی وجود نداره که هیچ کدوم از این دو به بدنت آسیب بزنن. و نه، تمرین با وزنه توی سن پایین باعث کوتاه شدن قد نمیشه. اینم فقط یه باور غلطه. اتفاقا تمرین اصولی با وزنه میتونه تراکم استخوان رو بیشتر کنه، به رشد سالم بدن کمک کنه و البته عضله هم بسازه. خلاصه اینکه هر دو روش اگه درست اجرا بشن هم ایمن هستند و هم مؤثر. تنها چیزی که واقعا ممکنه نابودت کنه غرور خودته. اگه هدفت افزایش انعطاف پذیری و دامنه حرکتیه، کالیستنیکس برنده این بخشه. حالا دیگه تصویر کاملی از تفاوت‌های کالیستنیکس و باشگاه داری، ولی یادت باشه هیچ قانونی وجود نداره که مجبور باشی فقط یکی رو انتخاب کنی. میتونی هر دو رو با هم ترکیب کنی و از مزایای هر دو دنیا استفاده کنی. و اگه میخوای بیشترین پیشرفت ممکن رو توی عضله سازی و قدرت داشته باشی، روی این ویدیو کلیک کن.